حکایت میکنم کوتاه اگر در زمان نهم هجری که بعد همین 1 سال و 4 ماه پس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دنیای فانی را پدرود گفتند، مسیلمه کذاب از طرف یمن آمد پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوا کرد ایمان میارم، شرط گذاشت، گفت که من به تو ایمان دارم، ایمان میارم به شرطی که تو مردم را اعلام کنی که اینم پیغمبره. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای گمراه، ای پلید، که این پیغمبری، این رسالت امانت خداوندی است که این ای حضرت آدم سر کرده در من، که حضرت خداوند جل و علا این رسالت در من ختم نمود، بعد اون تا روز قیامت دیگر پیغمبر نمی شود. لیکن بعضی مورخین میگه در دست حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خیرمای چوب قاق شدگی بود. گفت که ای نجس، ای پلید، اگر تو همین رو طلب کنی و من مطیع، همین رو من به تو دادن حق میشمارم. خلاصه اون مسیلمه کذاب ایمان نه آورد، حضرت پیغمبر را تصدیق نکرد، رفت در شهر خودش دعوت کرد. او قابلیتی سخنوری داشت، شاعر بود، مردم را دعوت کرد، دعوت کرد تا نیست و گفت که منم رنگ پیغمبر محمد علیه السلام، منم پیغمبرم، در من وحی نازل میشه. توبیو پیدا کرد. لیکن در زمان او کس بر مقابل او برای جنگ کردن، لشکر کشیدن وقت نشید. در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که به اجماع صحابه، که به تمام صحابه رضی الله تعالی عنه که او را به منصب خلافت به جایگزین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگزیدن، بعدی که جنگ بر مقابل منکرین زکات، منکرین کردن مرتدا، بعد لشکر رای کرد به سرداری حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه در شهر دمامه، در مقابل قریب 3000 مسلمان ها لشکر کشیدند. در اونجا به واسطه حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه شرکت ورزیدند. یک قول مشهور حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه روایت است که حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه میگه که من در اسلام از همه بزرگترین انسان حضرت امیر حمزه به دست من کشته شده، افسوس میخورند، فخر میکنند که از همه بدترین و دشمن خدا و پیغمبر به دست من کشته شده. گفته مسیلمه کذاب به همون قاتل حضرت امیر حمزه حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه و همون نیزه که حضرت امیر حمزه زده بود، همون قتل مسیلمه کذاب هم به قتل رساند، به جهنم فرستاد. همین کی بود؟ حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه بود. خلاصه که در اونجا بسیار جنگ سخت شد، زیاده از 70 صحابه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه قاری ممتاز بودن، کشته شدند. این واقعه را حضرت عمر بن خطاب با چشم سر دیدند. وقتی که جنگ گشت آمدن پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمدن، گفتند یا حضرت، یا جانشین پیغمبر، یا خلیفه اول حضرت پیغمبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، باید قرآن به شکل کتاب در آورده شود، آیات های قرآنی جمع کرده شود. گفته چون که ابوبکر صدیق آدم ریال بودن، هر چیزی که حضرت پیغمبر ظاهرا قبول کرده بود همون را قبول میکرد. از جهت همین گفت که من چخیل میتوانم جرأت میکنم کاری را که حضرت پیغمبر نکرده است. بعد مصلحت کردن و مشورت آمدن صحابه کرام، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحه، حضرت عبدالرحمن، حضرت عایشه، حضرت زید و دیگر صحابه ها را جمع کرد. گفت که حضرت عمر همین خیلی تکلیف کردند که باید آیات های قرآنی به شکل کتاب در آورده شود. همه به یک جای تکلیف حضرت عمر معقول شماردند. با تکلیف حضرت عمر با اجماع صحابه یکم بار قرآن جمع آوری کرده شد در وقت خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و تکلیف حضرت عمر. انا همونجا علما میگویند که مسلمانان را یکم در اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در قرآن یگانه جمع آوری کرده باشد. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در عقیده پیغمبر و صحابه یکم شخصیت است که جمع آوری کرد به شکل کتاب در آورد و عقیده پیغمبر را فقه اکبر نام گذاشت. من امروز با تمام مسئولیت اظهار می‌دارم هر کتابی که در دیار ما با کدام واسطه آوردگی باشد که درباره عقیده نوشته شدگی باشد با فقه اکبر امام اعظم ضد باشد، من با تمام مسئولیت این را با آیت، با قرآن، با اجماع امت اثبات میکنم که او با عقیده پیغمبر و صحابه ضده. زیرا عقیده پیغمبر و صحابه و حضرت امام اعظم در کتاب فقه اکبر جمع آوری کرده که هر عقیده که با همین عقیده با کتاب فقه اکبر ضد باشه و مخالف باشه با عقیده پیغمبر و صحابه اون جای ضد، این رو با تمام مسئولیت من جواب میدم.
محترم عزیزان، باید که ما خود امامون را بشناسیم، همچنانی که بزرگای ما کتاب‌ها نوشتن، آمدن تعلیم دادن، استادای ما آمدن گفتن. ما اگر به شرط بخواهیم در دنیا و در آخرت سربلند باشیم، اگر ما بخواهیم در دنیا و آخرت مفخر تمام بشریت در همه زمان باشیم، باید که به همین عقیده اهل سنت و جماعت، به همین پیشوایانی که ما داریم، که حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی و حضرت ابوالحسن اشعری، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، اگر به شرط ما همچون پیشوا این کسا را مقتدای خودمون قرار بدهیم، ان شاء الله در دنیا در آخرت سربلند میشیم. برای که اینها از قرآن و احادیث حضرت پیغمبر نبرآمدند. برای خداوند جل و علا خود می‌فرماید استعیذ بالله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما لازم است هر کاری که میکنید، هر سخنی که میگویید و پیغمبر داشته باشید و پیغمبر اقتدا داشته باشید. مقتدای ما کی است؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مقتدای همون پیشواهای ما هم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. زیرا در دیگه آیه میفرماید استعیذ بالله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و یغفر لكم ذنوبكم. خداوند جل و علا در این آیه میگه که بگو ای حبیبی من برای انسان ها اگر به شک اونها بخواهند من او را دوست دارم تا بیشک شوند. کسی که تابع حضرت پیغمبر میشود خداوند جل و علا او را دوست می‌دارد و گناهاشون را می‌آمرزد. برای منم توصیه میکنم همچنانی که بزرگای ما توصیه دادن از همین عقیده صافی، همین بزرگا اگر به شرط ما کج نرویم ان شاء الله در دنیا در آخرت نیکبخت میشیم. برکت و رحمت الهی در دیار ما، در خاندان ما، در عمر ما میرزد. بعضی سوال‌هایی که اگر آمادگی باشه ما جواب نگفته باشیم در رسانه‌های هم اینترنتی که در همون مرکز اسلامی ان شاء الله پاسخشون میگوییم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.